سلام خیلی خوشحالم این ویدیو جذاب از چنل من NFF محمد رضا. میخوام تو این ویدیو یه چند تا جاهای مخفی بهتون یاد بدم که خودتون هم قبلا شاید دیده بودید شاید ندیدید. یکی از بچه ها رو درخواست میدم قبل شروع ویدیو لایک کنید فراموش نشه، با این کار خیلی از من حمایت کنید. یکی از بچه های گل فری فایر رو به نظرم خیلی با ادب و میزانه. لایک کامنت حساب فراموش نشه، با این کار خیلی از من که یادتون نره. واسه من به این کار نیاز به یه سانتیو عزیز داریم. شما به این جاهایی که میگن نیاز به یه سانتیو یخ. اولین جایی که بیشتر شما میدونید اینجاست که نمی از اینجا رد میشه، شما اونو راحت تیر میزنید. این از اینجا و بعدش هم تا اینجا میتونیم بریم. دومین جایی که میخوام بهتون بگم خیلی شما اینجا ایش میکنیم اینمی که از اینجا داره رد میشه میزنید. شاید هم اینجا استفاده میگم اون اصلا نمیتونیم. حالا یه جا هست اون بالا و اگه ما بتونیم بریم خیلی بریم. من اینجا رو بریم. اگه از اینجا بشه رفت خیلی من تا الان اینو تست نکردم. درست نه نمیشه. این از این سر منو بزنه لایک هم مپ بعدش این مپ. این مپ تمام کمپری ها داخلی هر چی بخواین کمپری داره، فقط باید یار داشته باشین. این مپ رو باید رنده کنیم واسه کمپری. بریم حالا من بریم یکی اینجاست که حالا من یار ندارم، یکی اینو بریم بهتون یاد بدم. خب یه تیک برادر این مثلا یارمونه و این اینجا که از اینجا خیلی راحت میتونیم بزنیم. جای دوم که میتونیم بهتون یاد بدم اینجاست. از اینجا میتونیم بپرین و به اینجا هم سفر. داداش این از اینجا
این از اینجاش. چه مپی این مپم خداست. اینم و دوستان این همه دارم بهتون یاد میدم، لایک کنین، لایکش حداقل به بالا 50 تا 100 تا برسونین، یا سابار به 30 تا 40 تا برسونین. کامنت رو حداقل 10 تا کنین، بریم پارت دومش رو با هم دیگه انجام بدیم. جای اولی خیلی جای خوبیه. آفرین نیاد این از اینجاش. بعد راحت میتونیم برین این بالا. اینجا خوبیه. حالا جای بعدیش اینجایی که یخزده میزدش اصلا خدا هست اینجا. این از اینجا کلی جا داره من بهتون نمیگم. حتما باید ما رو لایک کنین، لایک که پارت دوش ما جا داشته. بله اینجا من نمیدانم کجاهاش جا داره، ولی حالا فکر کنم یه جاهاش میشه. جاهایی که تو مپ کلش بشه را فکر کنم اینجا. مثلا خب از این پله ها اگه یه زمانی دیدیم مینسته حتما از اینجا وارد بشه. این یک جای بعدی این بالا اینجا. اینجاش اصلا شروع این طرف خیلی خوبه. و دوستان این مپا به کلا نمیشه مثلا جایی داشته باشه. کجاست رو نمیدونم کجا هست، انصافا نمیدونم کجاش هسته کجاش هسته. نه جایی نمیشه. از من کات بزنم ببینم مفی بعدی چه مفیه. این مقام داره بسیار خوب باشه. ایشونی میگم که یک دونه کنم خیلی چه خوب
سومین جا مثلا اینجا اول اینجاش خیلی جای خوبی، بیشتر استفاده رو من توی مپ انجام با اینجاش خیلی جای خوبیه، چه تو بیا چه تو چی کلش خیلی این از این به این صورت میری و کلان با یخ این اصلا مپ بعدی هم بریم بعد آخر مپ. خب این مپ همه جاهاش بدون استثنا همه جاهاش نیاز به کلی یخ داره. از اونجا این مپ خیلی داره، من فقط یه جاش نشون این یک جاش نشون این که پارت بعد هم باشه تیر بزنم دوستان توجه کردم من یخ نخریدم خیلی براتون جالب دارم. بذار بس یه جای دیگه مپ آخر اینجا خیلی طولانی شد باید جایی کم تری گفتم ولی خیلی طولانی شد. اینجا همه میدانم که این بالای پیک بود که میرفتیم اما دریچه مخفی که قبل آپدیت هم بود، قبلی ترین آپدیت قبلترش خیلی جذاب بود که مثلا که بفهمیم اون بالا چیه که رفتیم بالا دیدیم بیلاخ طلایی. حالا بریم من یه چیزی بتونیم نشانی بدم چجوری باید بریم با یک دانه یه پیکه با یک دانه یخ
برش داره ولی تمام اینو از این امیدوارم از ویدیو خیلی لذت برده باشین. تا ویدیو بعد خداحافظ. نفهمید چرا. تا ویدیو بعد خداحافظ. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه.